بگوی جمله را به انگلیسی. این واقعا کمک کننده است. چطور میگین؟ 3 ثانیه براتون فکر کنید. بسیار عالی دوستان عزیز، تلاشتون عالی بود. بین که بریم با همین جمله را به انگلیسی ترجمه کنیم. از خیلی ساده، بسیار ساده، از زمان حال ساده استفاده میکنیم. میگیم که it is یعنی این است. it is really این است واقعا چی. it is really helpful. این واقعا کمک کننده است. it is really helpful یعنی این واقعا کمک کننده است. از really به معنی واقعا، helpful هم به معنی کمک کننده. it is really helpful این واقعا کمک کننده است که زمانمون زمان حال ساده می باشه. خب از دل و همچنین فراموش نکنید اگر دنبال صنف‌های آنلاین زبان انگلیسی از 0 تا 100 با خودم فرزاد نبیزاده هستین و میخواین قابلیت تبدیل کردن جملات مختلف در انگلیسی پیدا کنین، انگلیسیتان از 0 تا 100 با خودم آغاز کنین و یا هم در صد از دلخواهتان میخواین نمره مسیم داشته باشین، پس حتما در این شماره واتساپ پایین که در روی اسکرین میبرین شماره خودم از برام میتونین پیام بگذارین. Thank you for watching.